منم واسه این دیاری کهن، به آب و به خاکم از این انجمن. هزاران بلای و هزاران جفا کشیدم اگرچه به دارالحزن. سری سرفرازی مرا خم نکرد، نه تیغ و نه تیر و نه بند و رسن. رسیدی ز سلطان اویس این پیام که رو تو در این بزم و میگو سخن. نخست سروری سروران را درود، ز سلطان قرنی ز پیری کهن. بگو که وطن را نمودی بهشت، هزار آفرینت ز خلق و ز من. دعا و درودم تو را در پی است، که باشی همیشه به بخت وطن. ای مردم، خوشبختم که امروز با هدایت سلطان پیران در بزم شاهانه این گوشه آباد و زیبای دیار عزیزمان که در طول تاریخ در مسیر راه ابریشم با کشاورزی و باغداری و هنرهای مردمی معروف، با عزیز و اولیاهای خود مشهور و سیرانگاه سیاحان و زیارتگاه مردمان بوده، از برکت پیشوای ملت تحت لیوای صلح و وحدت ملی باز هم شهرتیار گردیده است. شرکت می نمایم. سرفرازم که شما توانستید تحت سروری فرزندی خردمند و قهرمان اصیل ملت ارمانهای هزار ساله ما را عملی نمایید. درود و ثنا به سروری سروران، پاینده باد دولتی صاحب اختیار. زنده باد ملتی کهن بنیادی تاجیک.